قیمت هر فرد در علم و فن است. بر تن صاحب دلان چون جوشن است. در که امروز و خوش و فردای نیک دانش آموزی زبان را روشن است. با فروغ صبح دانایی ما شعله‌ریز و نور پالا میهن است. پیشوا داریم و صلح و دوستی، چشم تاریخ را هوای دیدن است. تاجکان را هست آثار بزرگ، از قدیم این خلق صاحب محسن است. سلام و درود حاضرین گرامی، حکمان بسیار هم گرامی قدر و اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی. تخمین بانو خوش آمدید و شما را تبریک میگوییم برای اشتراکتان در دوره ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی. رویخط ادبیات‌های مطالعه کردتون در دست ما هست. تو امروز از روی نوینات ادبیات کلاسیک میخوای خود را معرفی کنی؟ میخوای؟ بله. ادبیات کلاسیک محترم حیث یکمون از شما احترامونه خواهش میکنم. رویخط ادبیات در دست هر کدام ما و شما هستند. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزداران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از منشان را هزاران یاد باد. اگر آن ترک شیرازی، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خول هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. عبید زاکانی بیروی یار صبر میسر نمی شود. بیروی یار صبر میسر نمی شود. بی قامتش کمال‌الدین بینایی لاله رخ بنمود عالم را گلستان کرد باز. لاله رخ بنمود عالم را گلستان کرد باز. سرو را دامن پر از لعل بدخشان کرد باز. بیدار شوی دل که جهان میگذرد، بیدار شوی دل که جهان میگذرد. وین مایه عمر رایگان میگذرد. که از منزل تن مخسب و غافل منشین، که از منزل تن کاروان میگذرد. زبانی سو بر مراد ما نه این گردون دون کم می رود. بر مراد ما نه این گردون دون کم می رود. بر مراد دیگران هم گردن خم می رود. از شاهنامه یکان چون من خود دوستداری از یاد خواندن شاهنامه هستم. بر رستم چنین گفت فرخنده زال، که برگیر کوپال و بفراز یال. برو تازیان تا به البرز کو، گزین کن یکی لشکری همگروه. ابر کیقوباد آفرین کن یکی، مکن پیش او در درنگ اندکی. تخمینه جون چقدر شعر میدونید شما؟ من 300 مصرع نوع شعری از خود نمودم. آفرین آفرین. اگر اجازه شراب دهید. نو باشد دایم. داومتی. میلم به شراب نا باشد دایم، گوشم به نی و رباب باشد دایم. روزی که گذشت از او دیگر یاد مکن. روزی که گذشته است از او یاد مکن. فردا که نامده است فریاد مکن. بر سینه غمپذیری من رحمت کن. بر سینه غمپذیری من رحمت کن. بر خال دلی اسیری من رحمت کن. گویند مرا که می پرستم هستم. گر تخمینه چند غزل میدونید؟ غزل 103 تا از خود نمودم. ربایی چند تا میدونید؟ ربایی 106 تا. از داستانا کدام چقدر داستان از یاد کردین؟ 300 مصرع از داستان از خود نمودم. کدام داستان؟ داستانی از کوه البرز آوردنی. داستان شاهنامه. بله. خب باز از کدام داستان؟ باز از داستانی جان شیرین.
боз кадом از داستان هفت پیکر. қасида قصیده از شکایت از پیر استاد ابو عبدالله رودکی. اگر اجازه دهید پارچه از آن براتان قرائت نمایم. خوش خب کدام قصیده رو میدونید شما از رودکی چند قصیده نوشته کدام قصیده نوشته استاد رودکی اصلا قصیده شکایت از پیری را نوشته بود که باز کدام قصیده مادری می асарҳои мутолиа карда ғазал 100 рубои 120 қасида 100 мисра аз шоҳнома 300 мисра ва дигар наҳои шеър 200 мисра. ва аз ҳайати якамон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки марҳамат аз он адабиёте ки китобое ки мутолиа намудааст ва оз савол гуфта бошед. گر یک نفسم ز زندگانی گذرد گر یک نفسم ز زندگانی گذرد مگذار که جز به شادمانی گذرد زنهار که سرمایه این ملک جهان عمر است و بدان سان گذرانی گذرد. سلامت باشید. تشکر. با این دو سه نادان چنان میدانند با این دو سه نادان که چنان میدانند از جهل که دارای جهان آنانند هر باش که این جماعه از فتر خری هر کو نخر است کافرش میخوانند. از کی بودین؟ با این دو سه نادان چنان از میدانند. استاد ابوعلی ابن سینا. این جهان را نگر با چشم خرد. از استاد عبدالله رودکی. ادامه این جهان را نگر با چشم خرد نبدان چشم کندر او نگری همچو دریای است وزنک و کاری کشتی ساز تا بدان گذری. از ادبیات معاصر کدام داستان از یاد کردین؟ از ادبیات معاصر بسیارتر شاعری پسندیدم استاد لایق شیرعلی و میرزا ترسونزاده می باشد. داستان انتظاری و داستان ملاقات یکم استاد میرزا ترسونزاده را تا با آخر میدانم و این چون کدام داستان؟ انتظاری و ملاقات یکم. نام داستان است همین. داستان چراغ ابدی است و یعنی که در داستان چراغ ابدی داستان بابهای داستان بابهای داستان را در بر میگیرد. باز کدام داستان رو میدونید از ترسونزاده؟ چراغ ابدی باز کدام چی نوشته از ترسونزاده؟ جان شیرین نویسنده، سیاه هندی، دختر هندو. داستان ها گوید. داستان پسر وطن، داستان حسن عربکش و داستان های خیلی هم زیاد یعنی که در تاریخ ادبیات من اینجا شما نوشتید که مطالعه کردین سروش استالینگراد. بله، سروش استالینگراد یکی از یعنی از کدام سروش های عبارت است؟ یعنی که از نمبر کنید. داستان سروش استالینگراد از استاد مومین قناعت بوده، از 8 یعنی که سروش عبارت می باشد. خوش آمدید میگویم به نازه با تبریک میگویم که به دوری سیمی آزمون را خط گرفته استی و اطمینان از اون میکنیم که امروز خیلی با تیاری جدی آمدی و روی خط ادبیاتی پیشنهاد کرده هم خیلی روی خطی بوی هست، روی خطی بسیار خوب هم هست و اینجا چیزی داری تو از سلطان اویس قرنی. هر مردی شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست. این رو کی نوشته است؟ جلالدین رومی. بناز از سروسی منشه بچه، سروسی منشه دخترم. از حافظ شیرازی میدونی یگان چی؟ بله. کنی؟ ای بریندان مکن ای زاهدی پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. چند غزل میدونی از همین حافظ شیرازی؟ 70 غزل. از حافظ شیرازی 70 غزل به یگان چون چرا میدونم. کنی همین 5 تاشا بیت اول و بیت آخر. میلش. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را در داکی راز پنهان خواهد شد آشکارا. تن آدمی شریف است، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چی میان نقش دیوار میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حرکت کن که خطا نخوانی دخترم مولا. احسن میگویم روبیا بانو که چنین یک
کوشش و غیرت کردی که از ادبیات جهانی امروز خود رو معرفی کرده باشی. تو کدام زبان ها رو میدونی بغیر از زبان دولتی، زبان مادری؟ بغیر از زبان دولتی من با زبان روسی و انگلیسی آزاد صحبت کرده میتوانم. غیر از این زمان حاضر با آموزش زبان فرانسوی مشغولم. از این رو یک چند کتاب با زبان فرانسوی هم پیشنهاد کردم. آفرین. تو همین اثرها رو با زبان انگلیسی خوانده هستی؟ چند اثر که با زبان انگلیسی؟ بله با زبان انگلیسی مطالعه کردم. با زبان انگلیسی و بعد درک مضمون و ماهیت اون اثر صرفا میکنی با زبان انگلیسی مطالعه میکنی تو؟ بله. اگر من یگان چرا نفهمم از لغت ها نیز استفاده میبرم. کدام اثرهای شکسپیر به زبان تاجیکی ترجمه شده؟ به زبان تاجیکی من اثر گاملت را دیدم و روسی من به زبان روسی بسیارتر فرق ندارد زبان روسی به زبان من از ویلیام شکسپیر رومیو و جولیت و گاملت را با زبان روسی تحلیل کردم و مطالعه کردم. باشد. مرامت ایتی کمان احترامونه خواهش میکنم. روی خط خیلی روی خطی گسترده، خیلی روی خطی زیاد هستند و از ادیبان و از شاعران وطنی نیز هستند. ولی توجه اساسی ما باید به ادبیات جهانی نگرانیده شود. یوگنی انیگین جهانی معرفی کرده باشد. بله یوگنی انیگین از پوشکین درباره قصه درباره انیگین میرود که قهرمان اساسی انیگین میباشد و به دختر با نام تانیا عاشق شده است. عموما اثر در شکل نظم نوشته شده است. من هم در شکل نظم مطالعه کردم و همین یک پاره قرائت کن. متاسفانه از خود نکردم. از مارک توین پرنس نیشی هستن؟ قهرمان اصلی کی است؟ قهرمان اساسی با زبان تاجیکی شاهزاده و گدا ترجمه شده است این کتاب. پرنس نیشی قهرمان اساسی گدا و همان شاهزاده میباشند. نام گدا تام کنتی و نام شاهزاده باشد. همچون نسبشون آورده شده است. لحظه هست که در خاطر شما مانده باشد. کنی؟ همان لحظه ای که شاهزاده و گدا و همدیگر عوض میشوند و آنها وقتی که در آینه به همدیگر مینگرند عیناً همون گویا که همون شاهزاده گدا وقتی که لباس شاهزاده رو میپوشد گویا همون شاهزاده ایستاده است. یک گلوسات خریدار اثر کی است؟ از کریشن چندر قهرمانان مرکزی. قهرمان مرکزی لاچی دختری همون لولی دمارو یک مردی که لاچی رو با 350 دینار خریده بود. غیر از این پدر و مادر لاچی و گل کی در رول پسر اساسی در کتاب آورده شده است. انجام قصه چه؟ انجام قصه همین است که وقتی که لاچی در محبس در زندان و بیمار می شود و کسل می شود، وقتی که بعد از آن گل برمیگردد لاچی را نمیشناسد، اما وقتی که لاچی او را با خودش شناس میکند، وقتی که میگوید که من همان لاچی ام، گل وقتی که او را میبیند عصبی که همان بیماری روی وی را رحمت و شکرانه روی خط ادبیات پیشنهاد کرده شده است. خیلی زیاد است باید روی خط ادبیات پیشنهاد کردهش و شکرانه را تبریک میگویم برای راحت گرفتنش به دور سیوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی و شکرانه از روی نامیناسیون موثر ادبیات موثر برآمد میکند و روی خط در دستی همه ما و شما هستند و اینجا از لایق شعرعلی خانه چشم است. مرحمت. خانه چشم از لایق شعرعلی می باشد. یکی از شعرهایش. مرحمت. داستانی ناله تهمینه بر سهراب. تهمینه ام از درد و غم دونیم ام، در حسرت سهرابی یل خونی جگر شد سینه ام. درست خون. ما میدونیم شعر رو، تو فکر نکن که ما نمیدونیم. در حسرت سهرابی یل دورجی غمان شد سینه ام. سهرابی من، مهرابی من، یکتای من. درست خون. مرحمت. نایابی من در این جهانی به کسی. مرحمت. سوالی نبودی. دختری آتش. دختری آتش از جلال اکرامی می باشد. درباره چی سخن می رود؟ قهرمان‌های اساسیش کی هستند؟ این کتاب از 3 قسم عبارت می باشد. یکمش دلارام کنیز، دویمش دربدری، سومش دوست و دشمن. من این کتاب را با پرگی از خود مطالعه کردم. این کتاب از سگانه استاد جلال اکرامی می باشد. قهرمان‌های اساسی آن دلارام کنیز، در زمان‌های آنها بیبی را یعنی توتجان می گفتند و قهرمان دیگری آن اسا، فیروزه، صفیه، ابراهیم، استاد پدری فیروزه بود. اگر اجازه دهید از این قصه من کمیش را به شما نقل میکنم. دلارام کنیز شکرانه بانو.
در اینجا گفتی قهرمان اساسی اثر کی است دختری آتش؟ فیروزه است. پروتотиپی فیروزه در حیات واقعی کی است؟ دلارم کنیز چه؟ خب نفهمید. شما گفتید که کتاب خانه چشم رو خوانده. بله. همین نام کتاب اسم کتاب از یک غزل لایق است، استاد لایق است. من یادم میکنم یک مصرع اولش رو اگر دانید نبود گر خانه چشم تو من به خانه میمودم. نه این راست خود نکردم و دیگر غزل ها اگر اجازه دهید از استاد نور دیده از محمد غایب. نور دیده از محمد غایب می باشد. اجازه دهید یک شعرش رو میگم. بگذار گدا باشم در خاک وطن باشم، در بند جفا باشم در خاک وطن باشم. بگذار که غم بینم صد درد و الم بینم، از هجر جدا باشم در خاک وطن باشم. دوباره سازمد وطن به خشت جان خیشتن، ستون زنم به صفق تو به استخوان خیشتن. ستیل آب و گل مرا برای ساختار تو، دو پنجه خون دل مرا برای رنگ و بار تو. از آرمان نظام قاسم یک بار قرائت کن. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن باد خزان آمد، بهارم را سپر کردم که ایمین از خزان باشد. آفرین. مرحمت ایتیکم. رحمت نظری اگر هستید دل بندید دل جوید، اگر هستید گل چینید گل بوید، اگر دورید همچون ناس. آفرین از کمال نصرالله. وطن سرشت من، بقا و سرنوشت من، زمین زرد و هشت من، بهشت من. ادبیات‌های زیادی را قرائت کرده که این هم از ادبیات‌های جهانی هستند و هم از ادبیات‌های وطنی هستند. و در بین ادبیات‌های پیشنهاد کرده تو یکی از ادبیات است نصیحت الملوک محمد غزالی. بسیار می‌خواستیم. من می‌خواستم که از یک کویه او را برای شما پیشکش نمایم. یکی از کویه وی جوان و مردی جوان ماهیگیر و مردی ستمکار میباشد. روز یک ماهیگیر از آب یک ماهی کلان، از دریا یک ماهی کلان میگیرد و بعد آن را میخواست که رفته بفروشد. و بعد وقتی که وی به بازار در آمد، یک مرد به وی سخن کرده گفت تو من خواهش میکنم رخت ادبیات در دست شمایان هستند. образованный человек и образованный человек и обманщик. Это сказка из Садиши Рузи. Там написано о образованном человеке, который когда-то он дал одному обманщику 100 тенге, но потом этот обманщик пришел к нему и сказал: дай мне еще 100 тенге. Он еще ему дал, но когда он хотел взять свои деньги, он обманщик сказал, что я не брал у тебя никаких. بسیار تشکر علی محمد. در اینجا از ویکتور دراگونسکی داری تو рассказывай его. Денискины рассказы и один Виктор Драгунский این ادیبی کدام کشور است؟ کدام دولت است؟ ادیبی روس. Драгунский, Виктор Драгунский, ادیبی روس. Марама. И одно из его сказок «Шляпы под кашей». Эта сказка очень интересная. В этой сказке говорится, один мальчик, когда мама ему дала на обед кашу, он не смог его, он не хотел его есть, и он вылил его из окна, и каша вылила. آب از کجا می آید رو خونده؟ از همینجا شکویی. در همینجا یک قهرمان است بسیار ساده‌لو. وقتی که آدم میخوند در واقعه وابسته به همراه تبسم میکند میخندد. همین قهرمان چی نمی‌دارد؟
خب قهرمانای مرکزی همین کدومان؟ قهرمانای مرکزی این دو پسرک می باشن و روز آنها نامشون من نزدیک 200 کتاب و 4000 بیشتر شعر میدونم. آفرین بیبی مریم، روی خط خوانده ادبیاتات پورا در دست ما هست. ما تو را احسن میگوییم. تخمی کدو شیناندیم، لب لبی جو شیناندیم، به جوی ما آب آمد، در شبی مهتاب آمد، کدوی ما کلان شد، زیبی باغ ما شد. آفرین آفرین. کدو چی بود است بیبی مریم؟ کدو سبزه مرچه دانه یافت، دانه دولانه یافت. و در خط ادبیات هست از غزل از صایب. دل برد زمن یک نگاره، زیبا صنم چگل ازاره، در بند غمش اسیر گشتم، با خویش نمانده اختیاره. دیروز گذر به باغ کردم، دیدم به چمن همان صنم را. گلستان سعدی شیرازی رو خونده؟ بله. کو یک برشون نخوند. گلستان هم در بابی درویشان. درویش بود در آن زمانه که دعای او همیشه از طرف پروردگار قبول میشد. او چی دعای میکرد اون دعای او مستجاب میشد. همین طور این خبری درویش به یوسف حجاج میرسد. یوسفی را شنونده به نزد درویش میآید و به درویش میگوید که به من دعای نک کن. درویش دو دست به بالا برآورده به خدای تعالی رو آورده میگوید خدایا جان این ستمگر را بیستان که تا اینکه مردم از او آزاد بمانند. یوسف در غضب شده به درویش میگوید که سبب این دعای تو در چیست؟ بعد درویش میگوید ای زبردست زیر در زار بماند کی گرم این بازار. چکمه کلوب میدونی؟ کنی یا پرچه مده پیروت کن. شهرتی آفاق شد ای موملی رحمان ما، پادشاهی صلح و وحدت، مرد با ایمان ما، تاجی که تاج جهان اکنون به مقصد می رسد، با شکر گردد برابر میوه ارمان ما، شیشه پیمان ما از صلح و وحدت خاره شد، کی تواند بشکند دشمن دیگر ارمان ما. شعری درباره مادر نوشتگی شاعرها، کدوم شعرش بسیار معقول بود؟ زندیات استاد لایق شیرالی. درباره مادر. بله با کجاش معقول است که بخون؟ و کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی می دوزی و بسد نیت، که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان به حسن نام. آفرین بیبی نرگیس. بیبی نرگیس بسیار خوب. خوش آمدید به این آزمونی بسیار سطح بلند که با امر جناب عالی پیشوای معظم کشور روی کار آمده است و بسیار از اون باز هم با شما اظهار تشکر می‌داریم میکنیم که از ادبیات جهانی امروز خود را میخواهید معرفی کنید. زمان خواننده بودیم همین اثری کریشان چندرا بسیار دوست می‌داشتیم، یک گلوست خریدار. کنی آقای عزیز چی میگوید درباره این اثر؟ ادیب هندوستان کریشان چندر یک رسم اوین وحشیانه لولیان بامبای رو روی قلم آورده است. اینجا قهرمان اساسی لانچی دختری نهایت زیبا بود، یک رخ گلگون، چشم میگون، قد موزون داشته، همه رو مفتون کرده بود. هر کس میخواست که او از آن شود. لیکن لولی دختر همین از رسم اوین کهنه خود وحشیانه پدر و مادر خود فقط دزدی میکرد، دروغ میگو، حیلم نیرنگ داشت، لیکن از خودفروشی میستاد. گل سیاه درباره نویسنده ادیب عراق صاحب جمال نوشته در حادثه‌ها در شهر در افغانستان میگذرد. قهرمان اساسی نادر عملا در اونجا از اتفاق سویتی اشتراک داشتن. یک همین کسام چند سعادت هاشمی دکتر
عمل دخترها که هر چیز نوینو بود و به عرض شما میرسونم حاضرین گرامی که اکای گدامه در دور یکم و دوم این آزمون که در شهر کلو برگزار شده بود اشتراک کرده با افتخارنامه و تحفه‌های مالی و پولی سرفراز گشته است. تو از روی نامیناسیون ادبیات جهانی بله من از روی نامیناسیون ادبیات جهانی اشتراک کرده باشی. خوب است می‌بینیم که خیلی ادبیات‌های زیادی رو بله زیاد از 300 کتاب مطالعه کردم که دیکویا درباره میچورین که از جانب لبدف تهیه کرده شده است بگویی میچورین کی بود خودش؟ خواننده صنف دی مؤسسه تحصیلات میانه مرقه 53 میباشد. دیکویا درباره میچورین این یکی از اثرهای دوست داشته من میباشد. در این قهرمان اساسی خودی میچورین میباشد. نویسنده درباره میچورین چنین نویسنده است که وی در سن 22 سالگی از روی رسم آیینش همسر آیله‌دار می شود و صاحب 2 فرزند می شود. از آوان کودکی وی میخواست که یک باغ را برای خود باغبانی شود. از همین سبب من کمون خواهش میکنم مادران رو پاک داره رسول غمزه. همین اثر را من مطالعه کردم و به طریق نظم آورده است اما یگان تا شعرش را از یاد نکرده است. سبب آنه که وی من را نخوانده. زمان گنجینه‌بانو آوردین نویله‌های یوگسلاوی، نویله‌های چخی، نویله‌های ویتنامی، نویله‌های رومینی، نویله‌های مصری، نمیسی، آلمانی، نویله‌های بلغاری. مرحمت کن یگان نویله. زیاده از 20 نویله را از خود کردم. یکی از نویله‌های یوگسلاوی در نویله‌های یوگسلاوی آلمانی رو برای ما. مثال اگر ما نویله آلمانی را گیریم در اینجا یکی از حکایه ها به نام هزون فروش می باشد. قهرمان اساسی این اثر ابروسلک نام شخص می باشد. وقتی که درباره ابروسلک نویسنده چنین نویسنده است که وی در زمانهای پیش خیلی شخصی عملدار بود اما به سبب روزگار زندگی و گذشت ایام وی مرحمت هایتی کمون خواهش میکنم از همتون. جبران خلیل تبسم و عشق. جبران خلیل جبران یکی از نویسنده های بزرگ به حساب می رود. تبسم و عشق. نویسنده کجا است؟ نویسنده عرب به حساب می رود. ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. تشکر. مرحمت هایتی کمون خواهش میکنم از همتون. دیروز چنان وصال جان افروزی امروز چنان فراق جان افسوزی. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت. آفرین سلامت. مرحمت هایتی کم. چند غزل از یاد میدونید؟ من زیاده از 108 تا غزل، 126 تا ربایی، 100 مصرع قصیده، 300 مصرع داستان، زیاده از 300 مصرع نوهای شعری از خود کردم. خب از سیدای نصفی در این جا آورده ای مثال ای محشب به خانه مایی چی می شود؟ بر من در ز غیب کشایی چی می شود؟ تا کی ز پیش دیده من بگذری بناز بر چشم من چو سرمه درایی چی می شود؟ یخ بستم چو شمع ز سرمای روزگار ای آفتاب گل بی رخ یار خوش نباشد. بی باده بهار خوش نباشد. طرف چمن و طواف بستان بی لاله و زار خوش نباشد. عرض حاجت میکند دل خسروی ناز تو را. عرض حاجت میکند دل خسروی ناز تو را. نیست قانونی محبت پرده ساز تو را. چون کبوتر بسمل شوق تپیدن می شود. کسی چون من نبود در جهان نشان فراق. هزار تیر بلا خورده از کمان فراق. صبر و طاقت از دل بیتاب می جوییم ما. حیرتی آینه از سیما می جوییم ما. هر شب از آه دل هر شب
از آه دل کاشانه را آتش زنم، شمع را سوزم دلی پروانه را آتش زنم. ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است، ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است. امروز کسی محرمی است. تن پیر گشت و آرزوی دل جوان هنوز، دل خون شد و حدیث بتان در زبان هنوز. رساله دلکشا درباره چیست؟ رساله دلکشا من حکایه هاش را خوندم، اگر اجازه باشد یک حکایه‌اش رو نقل کنم. روزی جوها برای خریدن درازگوش به بازار می رود و ناگهان از سر راهش مردی می براید و از او می پرسد ای جوها به کجا روانه ای؟ می گوید به بازار برای خریدن خر. اگر در همون شکل اصل از بر می کردید بسیار خوب میشد. سنت رو خیر مقدم میگوییم برای اشتراکت. خیلی زیاد روی خطا خونده و زیاده از 90 تا رو تشکیل میکنند. روی خط ادبیاتی خوندت، غزل های زیادی رو از یاد کردی. در نمازم خمی ابروی تو به یاد آمد. این غزل از حافظ شیرازی میباشد. دوام تید. در نمازم خمی ابروی تو به یاد آمد، حالت رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کان تجمل که تو دیدی همه برباد آمد. آنها که طلبگار خدایت و خدایت. این غزل از مولانا جلال‌الدین رومی می باشد. آنها که طلبگار خدایت خدایت، بیرون ز شما نیست شمایت. چیزی که نکردید گمان از بحری چی جوید؟ اندر طلبی گم نشده بحری چرایید؟ مرمت هایت یکمون غریب و عاشقم بر من نظر کن. شعری کی است؟ غریب و عاشقم از ثنای غزمی. کنی دوام شخون. غریب و عاشقم بر من نظر کن، به نزد عاشقان یک شب گذر کن. ببین آن روی زرد و چشم گریان، زی بدهدی دل خود را خبر کن. تو را رخصت کی داد ای مهر پرور، که جانی عاشقان زیر و زبر کن. نه بس کار است کشتن عاشقان را. آفرین کفایه. همین اثرهای جلال‌الدین رومی را نامبر کنید. چند اثر دارد؟ چی به ما رسید است از جلال‌الدین رومی؟ جلال‌الدین رومی؟ بله. مثنوی معنوی. بسونا جان چقدر شعر از یاد کردگی؟ شعر؟ بله. شمارش؟ 200 نوع شعری، 100 غزل، 120 رباعی، 50 100 مصرع یا 50 بیت قصیده. کوثر حریفی چشم تری من نمیشود. کوثر حریفی چشم تری من نمیشود. هیچ ضرر ندارد. ما رو به هیچ صحبت یاران همدم است. کنی؟ این از سعدی شیرازی می باشد. ما را به هیچ صحبت یاران همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز برآوری، دریاب کس حیات جهان حاصل آندم است. واقعا هم زیاد خوندن. معلم عزیز اینجا سرکرده از عنصر مولی کیکاوو، سعدی شیرازی و سینو دیگر ادیبان کلاسیکی ما دارند. موادهایی رو که خونده آمدن هم از عبید زاکانی و هم از جامی و هم از بلخی. مرمت از محمد غزالی هست و از ضوفی بخاری هست و خواهش میکنم هایت یکمون عذر مرمت. معلم شما مثنوی معنوی رو خوندید؟ بله من مثنوی معنوی رو هم در شکل نثر و هم در شکل چوبی اخیرش که در شکل دفتری نو برآمده است. خب سوال ما رو گوش کن. مثنوی معنوی از چند قسم عبارت است؟ مثنوی معنوی از 6 دفتر عبارت بوده
26500 байдро дар бар мегирад ва дафтари аввалу дуввуми он бар шакли назм нав чоп шуда 2013. хуб шумо ҳамо қисмати найномаи маснавиро бишнав аз най чун ҳикоят мекунад ва аз ҷудоиҳо шикоят мекунад каз наистон то маро бибридаанд дар нафирам марду зан нолидаанд ташаккур саломат сина бошед хоҳам фоя маснавии маънавӣ бо ҳамин найнома оғоз мешавад оғози маснавии маънавӣ ана ҳамин найнома аст як суолчия ман адабиёт классикӣ гуфтем чун аз наср зайдулло шаҳидӣ самаки айёр ин кия зайдулло шаҳидӣ самаки айёр асари ривоятӣ буда ривоятӣ аст муаллиф надорад бале ҷамъкунандаи ҳамин аст вай ҳангоми чоп як шогирд чоп кара вай дази вай овардагӣ аст 9 ҷилди самаки айёрро хондам ин ривояти қиссаи ривоятӣ ҳаст худи самаки айёр вақте ки тифл аст 6 сола ҳаст дар хуми шароб меафтад ва вақте ки вай бузург мешавад ба хӯрдани шароб ҳеҷ вақт маст намешавад қисмати аввали самаки айёр саргузашти самак дар кадом шаҳр мегузарад дар кадом мамлакат акнун ин чун қиссаи ривоятӣ ҳаст ӯ дар дарбори хуршедшоҳ марзбоншоҳ хизмат мекунад бо айёрӣ бо зиракӣ метавонад ки шумо ба ма бигед ки ҳамон қисмати аввал вақте ки хуршедшоҳ марзбоншоҳ фарзанди ӯ дар аст кадом шаҳр мегузарад дар куҷо бо самаки айёр вомехӯранд дар куҷо ҷавонмардо ба онҳо кӯмак мерасонанд устоди ӯ шағоли пилзур дар хизмати ҳамин шоҳ хуршедшоҳ буд эрон бошад шаҳрош барвақт хунда будам рости гап муаллима азиз шумо давраи шӯравӣ да хундам низоми ганҷавӣ бисёр ёдрас кардем достони ганҷавӣ низоми ганҷавӣ номбар хамсаи низоми ганҷавиро пурра дар шакли назм хундам ки он бо номи баҳромнома ҳам машҳур аст саргузашти баҳром аст ва қисмати аз ҳама ҷолиби он ҳамон вақте ҳаст ки вай ба гур меравад дига бар намегардад номинатсияи адабиёти бачагона худро маърифӣ карда бошӣ ва мехоҳем сабрина бону ту ба мо адибону шоирону нависандагони бачагонаи муосири ватани азизамонро номбар карда бошӣ синф чанди синф 6 адибон убайд раҷаб наримон бақозода ҷура ҳошимӣ азизи азиз аз ҷура ҳошимӣ чӣ медонӣ бобои тарсончак аз ҷура ҳошимӣ ман бобои яке аз ҳикояҳоро аз ёд кардам ки номи ӯ бобои тарсончак аст буд як марде буд ки дар ин асар як марде буд ки ӯ хеле тарсончак буд ӯ метарсид ки ӯ то он қадар тарсончак буд ки метарсид ҳатто аз хонааш ба берун барояд ба ӯ ҳамсараш дар хона бурда ғазо медод ҳамсараш гуфт ки дарди сари ман шудааст ва ӯ як рӯз гуфт ман инро санҷам ва ӯро санҷид ва хӯроки ӯро бурда ба дар мобайни ҳавлӣ монд вақте ки кифоя офарин сабринаҷон як савол ду буздича ин аз салоҳиддинзода ин китоб аст ё ки як афсона инро ман аз афсонаҳои халқи тоҷик хондам худаш як афсона аст дуруст ё не мург мурғобӣ ва муш аз шариф маҳмадёр ин як афсона яъне ки шумо дар маҷмӯъ 57 афсона аз ёд кардед бале ман асосан 100 афсона аз ёд кардам вале дар ин ҷо 57 тоаш навишта шудааст я он шеър медонӣ дар васти модар гӯям мешавад мешавад ҷонам модар ҳузури ҷонам модар равшангари қалбу хонадонам модар куфре нашавад назди худои олам ҳангоми намоз дар забонам модар мебинем ки хеле ҳикояҳои зиёдаеро ҳам хонди ва имрӯз омода шудӣ ба ин озмун ва инҷо ҳикояе дорӣ аз бӯстони саъдии шерозӣ дар бораи дорошоҳ ва галабон марамад дорошоҳ ва галабон рӯзе дорошоҳ бо ҳамроҳои хизматгоронаш ба ҷангал ба шикор меравад
وقتی که او به شکار می رود از همراهان خود دور می شود و همین طریق او با اسب خود در سر کیف با نیزه در صحرا میگشت که گلبان همان پادشاه به طرف پادشاه دویده و با او سلام و درود بسیار میگوید. تشکر از ایت یکمونی محترم. بسیار خواهش میکنم که مرحمت روی خط ادبیات‌های پیشنموده مومن در دست ما و شما هستند. مرحمت. 7 خانی رستم رو نمبر کن. 7 خانی رستم. در خانی اول رخش شیر رو با سومش زده میکشد. در خانی دوم رستم با اژدها می جنگد. در خانی سوم آنها به پایان یک بیابان می رسند که بعد آنجا چشمه و سبزه ها خیلی زیاد دارند. در خانی چهارم رستم با جادوگر می جنگد. در خانی پنجم آنها به صحرای رستم در صحرای خواب میکند که صاحب صحرا میآید و رستم به سخن وی گوش نمیداد و رفته وی پادشاهش را میآورد. در خان ششم رستم با پادشاه همان سرزمین به مازندران میروند و دیوهای مازندران را شکست میدهند. در خان هفتم باشد دیو سفید را میکشد و کیکاووس را از زندان نجات میدهد. نبیره شهری درباره چی نقل میکند؟ به قلم کی تعلق دارد؟ نبیره شهری به قلم کرامت الله میرزا. درباره چی قصه میکند؟ درباره یک موی سفید که او یک نبیره او از شهر می باشد و او به دهه به خانه بابایش می آید و او روز با برادرش به بازار به تماشا می روند و وقتی که نبیره شهری اسماعیل نام دارد، اسماعیل در مغازه مرغک را می بیند که چنین مرغک را تا حال ندیده بود و او در خانه بازیچه های بسیار داشت و مثل این یا اون شعر قرائت کرده میتونی؟ بله، یک غزل از حافظ. مرحمت. دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، در داکی رازی پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیداری آشنا را. آفرین. روی خط ادبیات در دست شما هستند و سهیلا سوال پیشنهاد کرده شود. ادبیات معاصر مرحمت سوال پیشنهاد کرده شود به سهیلا. قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک وایدو شما میدونید؟ بله، قهرمانی خلق تاجیک تیمور ملیک یکی از اثرهای مشهوری استاد صدرالدین عینی می باشد که در آن اثر درباره چه قصه میکنه؟ این اثر درباره دلیری و هوشیاری و زیرکی تیمور ملیک قصه میکند که دوره که آنها مملکت تیمور ملیک را یعنی که تاجیکان را از بین بردن میخواستند، اما تیمور ملیک هوشیاری را پیشه کرد و به مقابل ظالمان برخاست و تاجیکان خود را خلاص نمود با زیرکی و هوشیاری خویش. سهیل از اشعار عینی کنی یک شعر گو. میخوام مرثیه‌ای که بعد از وفات برادرش او گفته است قرائت نمایم. مرحمت. دوستان، فاجعه سخت بیامد بر سرم، رفت از این فاجعه نور از تن و روح از بصرم. خبر آمد و رفت از دل و جان طاقت هوش، بعد از آن کی بود؟ تشکر سهیلا. شما مکتب کهنه رو خوندید؟ بله. همین استاد صدرالدین عینی چند ساله بودن که رفتن به مکتب؟ در سن 6 سالگی به مکتب کهنه رفتند. سراول او را در سن 4 سالگی میخواند که به مکتب دهند، اما از سببی که او خرد بود مادرش به او دلش میسوزد و میگوید که 2 سال بعد او را چوبی که بچه‌ها را جزا میدادن چی نام داشت؟ نامی همون چوب چی بود یا اسباب بگیم؟ خب سهیلا، نمیشه یک چیز آمده است، یک نامگوی کتاب خرمای اعتقاد.
از اون کیست؟ از استاد آذر است که در اینجا شرکت دارند و میخوام یک غزلشان را قرائت کنم. مرحمت بفرمایید. وقتی که عاشق میشوی، وقتی که عاشق میشوی، افسانه باور میشود. خواب و خیال این دلی دیوانه باور میشود. هرچند میدانی مجازی هست حرف شاعران، وقتی نمیخونجه دلت در خانه باور میشود. وقتی سلامت را جواب آن یاری بی پروا نگفت، گویند گردد آشنا بیگانه باور می شود. افسانه مجنون که شد آواره لیلا بدشت، وقتی نمی غنجد غمت در خانه باور می شود. خیلی روی خط زیاد برای ما پیشنهاد کردی. 350 مصرع غزل، 250 مصرع داستان، 304 مصرع ربایی. آفرین میگویم، احسان میگویم به تو که وقتی افته در برابر از بر کردن برنامه تعلیمی از خود کردن، باز اینقدر غزل، ربایی، قصیده ها رو از خود کرده استی. این زمان تو کدام غزل دوست داشته خود را میخوای بهلی تالور؟ من میخواهم که از شاعر دوست داشتم از لایق شیرالی غزل بحر تماشابینان و اعضای حکمان قرائت نمایم. باشد که دو ره سازیم و ره پیما، من و دریا، من و دریا. دو همراهیم و دو تنها، من و دریا، من و دریا. ز یک سرچشمه می آییم، یک سرچشمه کوهی، به پایین ها از آن بالا، من و دریا، من و دریا. من از وی شور میگیرم، وی از من شیر میگیرد، دو پر شوریم و پر غوغا. زایر جان با دیگر شوخی. از لایق چند تا غزل میدونی؟ از استاد لایق شیرالی 40 غزل از یاد کردم. آفرین، آفرین. چنانت یاد می آرم که ره گم کرده منزل را، چنانت دوست می دارم که دریا برده ساحل را. غزل 21 تکنی گفت از خولمراد شریف در آسمان اتلانتیکا. خولمراد شریف کی بودن؟ در آسمان اتلانتیکا وقتی که یک گروه از هنرمندان تاجیکستان. خود همین خولمراد شریف میدونی کی بود این کس؟ متاسفانه نه. متاسفانه نه. آفرین، یکی از ژورنالیستانی بسیار برجسته. ما یک چیز، ما برای چی بیشتر سوال هم از شاهنامه است، از مثلا جشن ها است، برای که درباره خویشتن‌شناسی ملی هر شخصی با ننگ و ناموس همیشه باید فکر کند. همه این کارها، این اقدام بزرگ پیشوای ملت هم برای خودنگری، بازنگری ملت تاجیک است. در حقیقت ما یک دوره احیا را از نو زنده شوی فرهنگ ملت هم میگذرانیم. شما از فردوسی چی میدونید؟ از استاد ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بی‌زوال او داستان زادن سهراب از مادرش تهمینه، اگر اجازت باشد قرائت کنم. ولی یک چیز ما برای شما میگم که همین مقصد اساسی نوشتن شاهنامه در چی بود؟ همین مقصد اساسی استاد ابوالقاسم فردوسی از نوشتن اثر بی‌زوال شاهنامه، یعنی که استاد ابوالقاسم فردوسی میخواست که تمام شاهانی که از اولین شاه از شاه کیومرث یعنی که در آن دوره ها بودند میخواست که همه آنها یعنی که معنای خود کلمه شاهنامه نامه شاهان میباشد. یک دقیقه مقصد اساسیش بازنگری به خود بود. آتش را کی کشف کرد در شاهنامه؟ اولین بار آتش علاوه آتش را هوشنگ. وقتی که وی برای شکار به صحرا می رود سنگ به سنگ می زند. بسیارتر بخونید از شما بسیار یک درست یک راوی خوب می براید، یک شخصی سخن. من خودم در آینده می خواهم که یک راوی بهترین راوی تلویزیون گردم.